آیه دکتر بی مقدمه میرم سر سوالات که فرصت نداریم. با توجه نمیخواد بگی، میدونم چه کار بخوای بکنی. میخوای بگی با توجه به سوت و کور بودن یوم الله 22 بهمن. نه خیر، با توجه به تأثیرات تحریم بر قیمت دلار. دیگه بدتر لازم نکرد از این حرفا بزنی. باشه، با در نظر گرفتن صبر کن میرم ایست. قرار نیست از لو رفتن داستان اتمی اینجا صحبتی بشه. نه خیر، مشکلات انتخابات رو میخواستم بگم. دیگه بدتر ناکس. آیه دکتر آقا معاون مجلس رد صلاحیت شده، پس حالا امور مجلس چطوری میچرخیده؟ میگم نگو، باز داره حرف میزنه. امروز چی شده که شعور استراتژیکی تو نم کشیده این وسط؟ دکتر دلم پر اونقدر که گاهی اضافهش میشه که رو این نامه های لازم راکت اینجا بچکونی و واسه با آب قوره بگیری. خوبیت نداره جلو همه این کاراتو. یا قبل از برنامه بکن یا بعدش. سوال استراتژی بنداز وسط، بیا جواب استراتژیک بردار برای خودت ببر. سوال از سردار نقدی. پس بفرما که ما اینجا بوقیم نشستیم دیگه. هر کی میخواد از نقدی سوال کنه بی خود کرده استراتژیست دعوت میکنه تو برنامه. آقای دکتر منظورم این بود که سوال مال اونه، جواب که معلومه پیش شما. دوباره نشستی تو دلم با همین یه جمله چرخیدی اومدی تو دلم. اختیار دارید، شما لنگر استراتژیکی نظام هستید. شرمنده اخلاقتم. با این وضعیت مرسی هیکل که هر کی تو خیابون میبینه دلش میخواد بهتون چاقو بزنه. مرد شور این تعریف کردن تو ببرن. بگو میرم اون سوالاتو تا نکشتیم یا من تو رو نکشتم. آره دکتر نقدی نوشته وقتی بحث بستن تنگه داغ بود مقام عظما گفتن میبندیم. البته بیشتر مقام عظما داغ بودن اون موقع. به هر حال اون موقع ما با یه یگان بسیجی بیکار و الاف برداشتیم و بردیم برای بستن تنگه. سریع دستور اومد که عجله نکنین، وضعیت یه کمی خلاصه فقط کاری نکنین و دست از پا خطا نکنین. ما هم الان مدتی همینطوری معطل موندیم. بهتر نیست به جای اینکه اینجا الاف بمونیم با توجه به وضعیت مقام عظما بیام تو تهران و به جای بستن تنگه هرمز خیابونای تهران رو ببندیم. هم تنگه هم خیابونا رو تو یکی ولشون کن. ناکس. البته اون نیروهات اگه بستن بلد باشن شاهکار بکنن دهن تو یکی رو ببندن. اوقات آدمو تلخ میکنه. آخه این بیشعور چه میفهمه کشتی و زیردریایی و قایق و اینا چیه؟ به مشنگ گفتن از قفل فرمونت راضی هستی؟ گفت آره خیلی راضیم، فقط سر پیچ یه مقدار اذیت میکنه. روشن شد یا همچین بذارم که سر پیچا قفل کنی؟ قبول ندارم. بی خود کردی قبول نداری. اینا کس اون که بله خودم قبول دارم، ولی دوست و آشنام گفتن که یه جاهایی روبرو حرف شما واسم که برنامه یه شورحالی بگیره. تشویقم کردن و گفتن ماشاءالله برو جلو میتونی. به کشتن دادنت. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بسن بهادر. عرض کردم بله، میفهمودن که خر و بار اضافی میکشه، آدم شوت و ماشاءالله گفتن دوروریا. تشویقی کردن حکم قتلت بود که برات امضا کردن. نقطه تمام. با نقطه‌ای که آخر جمله گذاشتین جمله رو که هیچ کار منو هم داشتین تموم می‌کردین. آی دکتر این چه رسم روزگاره؟ الان که مقام عظما ریششون تو انتخابات گیره و وضعیتمون تو سوریه هم پتال شده و تحریم و قطعنامه و اینام هست، وضع داخلم که دیگه صحبتشو نمی‌کنم، یه سری تو حوزه و تو دولت و این طرف که تا حالا جلو مقام عظما نطق نمی‌کشیدن، دم در آوردن و زبون در آوردن و چیزایی میگن که اگه به میش بگی میپره تو بغل گرگ. بحث تعادل استراتژیکی رو نمیتونم اینجا برات بکنم چون مال کلاس تو نیست. سردرد میگیری میخوری زمین. ولی داستان روباه و کلاغ 2012 رو شنیدی؟ نه خیر. خب دیگه مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که روباه تو جنگل زیر یه درختی با تلفن موبایلش هی داشت ور میرفت و هر کاری میکرد آنتن نمیداد. کلاغه از اون بالا بهش گفت آقا روباه خب معلومه که اون پایین که آنتن نمیده، موبایل رو بنداز بالا برات شمارت رو بگیرم. روباه موبایل انداخت برای کلاغه پرید با دهن گرفت، بعد یه خورده بال زد و دور شد و رفت. همچین که خوب دور شد موبایل داد زیر بغل، برگشت گفت آقا روباه این به جای اون پنیری که کلاس سوم ازم دزدیدی. روشن شد یا هنوز آنتنت نداده؟ آیه دکتر ولایتی مشاور مقام عظما تو امور بین الملل این هنوز زنده است؟
البته زندگی که چه عرض کنم، به هر حال گفته الان برادر بشار که داره میفته، نیروهامون هم که گر تو سوریه دارن دستگیر میشن، بهتره خودمون بکشیم بیرون که ضررش کمتر باشه. میگه البته این رهنمودو بذاره در کوزه آبشو بخوره، بعدم کوزه رو محکم بزنه تو فرق سرش بشکنه. ولی راست میگه. آی دکتر ولایتی راست میگه، این طرف تو عمرش حرف درست نزده. دلیل نمیشه که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم. بله میفرمودن که تا وقتی بچه هستیم میگن بچه هست نمیفهمه، وقتی نوجوان میشیم میگن نوجوانه نمیفهمه، وقتی جوون هستیم میگن جوونه خامه چندان نمیفهمه، وقتی بزرگ میشیم میگن دیگه داره کم کم پیر میشه نمیفهمه، وقتی هم که پیر هستیم میگن که پیره حالیش نیست نمیفهمه، اما وقتی میمیریم میان سر قبرمون میگن عجب انسان فهمیده ای بود. روشن شد. یعنی ولایتی مرده این صدا از تو قبرش در میاد. ریز نشو که من نمیتونم بگم به مقام عظما یه چیزی بر بخوره، باید به مشاورش در امور بین الملل بگم دیگه. آیا دکتر شما به زبون بی زبونی به مقام عظما میگی نفهم؟ من کجا گفتم به زبون بی زبونی؟ اگه گفته باشم تو به زبون خودت گفتی، تو جلوی همه به مقام عظما گفتی نفهم. آیا دکتر شما یه ابر استراتژیست بزرگ هستی ولی داری به مقام عظما فحش استراتژیکی میدین؟ نکن نگو نفهم.